تو ویدیو قبلی یه جمله گفتم راجع به سطح بالاترین داستان یا داستانی که همه افعال رو گاید میکنه. تو این ویدیو میخوام اینو یه مقداری بازش کنم. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی اگه دقت بکنید تمام جنگا و دعواها سر در حقیقت اختلاف در تشخیص درستی و غلطیه یا خوبی و بدیه. یعنی اون چیزی که افعال من رو داره هدایت میکنه که چی درسته چی غلطه با اون چیزی که افعال تو رو داره هدایت میکنه یه اختلافی توشون هست و در نتیجه ما به یک تناقضی میرسیم و اگه نتونیم این تناقض رو با منطق حلش بکنیم مجبوریم که یکیمون اون یکی رو نابود کنه. یعنی نتونیم اگه با هم کنار بیایم تهش باید دعوا کنیم یا بجنگیم. ولی واقعا چیه اون چیزی که همه افعال رو میتونه هدایت بکنه که اگه ما اون رو پیدا کنیم دیگه تکلیفمون روشنه دیگه اگه با کسی هم اختلاف داریم میدونیم که ما سمت درسته ماجراییم، اونان که نمیفهمن. حالا این چیه؟ این چیزی که درستی و غلطی رو تعریف میکنه. تو این حرفی که الان زدم من به یک کلمه اشاره کردم به نام منطق. گفتم اگه ما بتونیم اینو بشینیم منطقی حرف بزنیم و حلش بکنیم خب اوکی میشه. خب منطق خیلی چیز عجیبیه. منطق هنوز ما خودمون نمیدونیم منشأش چیه، با وجود اینکه این همه ازش استفاده میکنیم نمیدونیم این منطق از کجا داره میاد. این منطق در درون ما هست، تو جهان بیرون هم هست. یعنی ارتباطات منطقی تو جهان بیرون برقراره که با اون منطقی که در درون ماست میشه اینها رو فهمید. ولی خب منطقو که میدونیم چیه در اون حدی که ازش بتونیم استفاده بکنیم. نمیدونیم واقعا از کجا میاد ولی در اون حدی که ازش استفاده بکنیم میدونیم چیه. هممون یه جورایی وصلیم بهش. ولی نکته‌ای که هست اینه که چرا منطق به اندازه کافی همه افعال و موضوعها رو مشخص نمی‌کنه تکلیفشونو. دلیلش اینه که منطق به خودی خود کافی نیست. خب منطق ابزار تحلیله. یعنی تو اونجوری که ما از منطق استفاده میکنیم اینه که ما به یک سری داده های دسترسی داریم و با تحلیل منطقی این داده ها میخوایم سعی کنیم به یک نتیجه گیری درست برسیم یا به عبارت دیگه به درست ترین نتیجه گیری که ما میتونیم بر اساس دسترسی که به منطق داریم و دسترسی که به داده ها داریم برسیم. که این قطعی نیست، نسبیه. یعنی من به یه اندازه‌ای به داده ها و توان پردازش منطقی دسترسی دارم، یه نفر دیگه به یه اندازه دیگه‌ای به یه مجموعه دیگه‌ای از داده ها دسترسی داره و یک توان پردازش منطقی دیگه‌ای داره. بنابراین ما تو پردازش های خودمون نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همیشه به یک در حقیقت نتیجه برسیم. من میتونم یه نتیجه‌ای برسم که از دید من منطقیه، تو میتونی به این نتیجه‌ای برسی که از دید تو منطقیه. ولی میتونیم حتی در این حالت با به اشتراک گذاشتن داده ها و به اشتراک گذاشتن نحوه پردازش منطقیمون
باز با هم به تفاهم برسیم، ولی باز هم نمیرسیم. یعنی باز هم میشینیم صحبت میکنیم، تو هر چی تو ذهنت میگی، منم هر چی تو ذهنم میگم، باز با هم مخالفیم و میجنگیم. خب پس یه چیز دیگه هست این وسط که همچنان کمه و متفاوته تو دیدگاه من و دیدگاه تو، و در نتیجه ما به یک نتیجه نمیرسیم. یا میشه به عبارت دیگه گفت که این منطق که یه ابزاره و اون داده هایی که بهشون دسترسی داریم، اینها داره تو چه جهتی استفاده میشه که به نتیجه برسه. یعنی اون جهتی که تو داری واسه پردازش داده ها و اون جهتی که من دارم واسه پردازش داده ها اگه متفاوت باشه، ما در نهایت به این نتیجه نمیرسیم. حالا این جهته چیه؟ منظورم از این جهته، این جهته در حقیقت منظورم اون هدفه. هدف تو چیه؟ هدف من چیه؟ یا به عبارت دیگه ارزشه. ارزش تو چیه؟ ارزش من چیه؟ اون چیه که تو ذهن تو ارزش داره و اون چیه که تو ذهن من ارزش داره، که حالا با در نظر گرفتن ارزش هامون ما داده هایی که بهشون دسترسی داریم رو پردازش منطقی میکنیم و سعی میکنیم تا میتونیم اون ارزش ها رو بیشترش کنیم. پس بنابراین اگه که اون ارزش مد نظر تو و اون ارزش مد نظر من دو تا چیز متفاوت باشه، ما هر کاری بکنیم به تفاهم نمیرسیم. برای اینکه به تفاهم برسیم باید به یه ارزش نهایی برسیم، یا به یه ارزش اساسی، یا به عبارت دیگه میشه گفت objective value یا ارزش اساسی. ارزشیه که هم برای تو ارزشه، هم برای من ارزشه، اصلا برای کس خاصی فرقی نمیکنه. این ارزش اساسیه. همه ارزش ها از این ارزش نشأت میگیره. یعنی به پرسپکتیو تو یا پرسپکتیو من یا پرسپکتیو مثلا مورچه ربطی نداره. این ارزش اساسیه. حالا این ارزش اساسی چیه؟ این ارزش اساسی برای موجوداتی که دچار تجربه هستند، مثل موجودات زنده، مثل من، تو، مثل حیوانات، هر چی که دچار تجربه هست، داره تجربه میکنه. ارزش اساسی توانایی تجربه کردنه. یعنی تو اگه هر تجربه ای رو با ارزش بدونی، هر تجربه خوب و لذت بخشی که تو ذهنته، برای اینکه بتونی اون تجربه رو بکنی باید توانایی تجربه کردن داشته باشی. میشه اسمشو گذاشت زندگی. باید زنده باشی، باید بتونی تجربه کنی، باید آگاهی داشته باشی، باید کانشس باشی. پس کانشسنس، آگاهی، زندگی یا توانایی تجربه کردن پیش نیاز همه تجربه هاست. پس میشه گفت ارزش نهایی یا ارزش اساسی زندگیه. پس اگه ارزش اساسی زندگیه، تو تمام افعال با استفاده از منطق و با دسترسی به تمام داده ها میشه تحلیل کرد که اون فعل آیا در راستای نگهداری و توسعه زندگیه یا اینکه در راستای از بین بردنشه. افعالی که در راستای نگهداری و توسعه زندگی هن افعال خوبن و افعالی که در خلاف این جهتن افعال بدن. و نکته که هست اینه که ما نمیتونیم هیچ وقت انتظار داشته باشیم خوبی و بدی مطلق رو تشخیص بدیم، چون ما به تمام داده ها دسترسی نداریم و به توانایی پردازش تمام داده ها هم دسترسی نداریم. ما به یه زیر مجموعی از داده ها دسترسی داریم و به یک
توانایی محدودی برای پردازش اون زیر مجموعه‌ای از داده ها دسترسی داریم. بنابراین میتونیم به صورت نسبی با توجه به دسترسی که داریم خوب و بد نسبی رو تشخیص بدیم. نکته که هست اینه که ما در مقابل خوب و بد نسبی که میتونیم تشخیص بدیم مسئولیم. یعنی شما تو هر دادگاهی با توجه به اطلاعاتی که داشتی و توانایی تحلیلی که داشتی قضاوت میشی که این تصمیم و این کاری که کردی چقدر خوب بوده یا چقدر بد بوده که بر اساسش حالا مجازات بشی یا هرچی. و یه نکته دیگه ای که هست اینه که خب حالا چجوری میشه که دسترسی یکی به داده ها و پردازش تواناییش برای پردازش داده ها با یکی دیگه متفاوته؟ چجوری میشه این رو بهترش کرد؟ چجوری میشه دقیق تر تشخیص داد؟ چجوری میشه خوبه کمتر نسبی و بیشتر مطلق، نزدیکتر به مطلق رو تشخیص داد؟ حالا اینکه باید قبول کنیم که خوب نسبی از بد نسبی به خوب مطلق نزدیکتره. بنابراین حتی با وجود اینکه ما نمیتونیم خوب و بد مطلق رو تشخیص بدیم، همچنان مسئولیم که خوب نسبی رو انتخاب کنیم، چون خوب نسبی از بد نسبی به خوب مطلق نزدیکتره. پس باید خوب نسبی رو انتخاب بکنیم. ولی چجوری میتونیم بهتر تشخیص بدیم خوبو یا دقیق تر تشخیصش بدیم، نزدیکتر بشیم به خوب مطلق؟ خب این برمیگرده دوباره به همون منطق یا توانایی پردازش. حالا درسته که ما نمیدونیم منطق ریشش کجاست. تو فلسفه بعضیا میگن که اصلا منطق و آگاهی یک چیزن، یعنی از یک منشأ دارن میان. ولی با وجود اینکه نمیتونیم دقیقاً بگیم منشأ منطق چیه، ولی یه منشأ منطق تجربی ای رو ما میشناسیم که خیلی کم راجبش صحبت میکنیم، ولی تمام نظرات منطقیمون از اونجا داره میاد در حقیقت. و اون یک چیزیه به نام قاضی درون. قاضی درون یک صداییه که ما تو ذهنمون داریم همش تجربهش میکنیم. داره انگار با ما حرف میزنه، داره نظر میده، در درون ماست، داره نظر میده که این موردی که الان هست چی درسته چی غلطه و ما داریم اونو نگاه میکنیم. یعنی ما تجربه در حقیقت تعامل با اون رو داریم و داریم نظر اون رو میفهمیم، اما نظر اون رو ما تصمیم میگیریم که چقدرش رو اعمال بکنیم چقدرش رو اعمال نکنیم. یا به عبارت دیگه ما بر اساس اون منیت، اون غرور، اون منم خودمون تصمیم میگیریم که چقدر از اون نظر یا اون در حقیقت قضاوت قاضی درون رو عیناً اعمال بکنیم یا چقدرش رو در حقیقت نادیده بگیریم تا منفعت خودمون، یعنی خود اون منیتمون رو ماکسیمایز کنیم، بیشتر کنیم. و از بیرون وقتی به این نگاه میکنی، این میشه سطوح منطقی متفاوت. اونایی که غرور بیشتری دارن دسترسیشون به منطق اساسی کمتره. اونایی که غرور کمتری دارن قاضی درون رو بهتر اجرا میکنن و منطق رو بهتر میبینن. و توی این سیکل در حقیقت قضاوت قاضی درون و مشاهده اون قضاوت توسط من ایگو و بعد تصمیم برای اینکه چقدر از اون قضاوت اجرا بشه، ما میتونیم یک قدم
نزدیکتر یا یک قدم دورتر بشیم از قاضی درون. یعنی اگه سعی کنیم، یعنی خودمون غرورمون رو زیر پا بذاریم و سعی کنیم قضاوت قاضی درون رو بهتر اجرا کنیم، یک قدم نزدیکتر میشیم به قاضی درون و این یعنی رشد در مسیر منطق. و اگه این کار رو نکنیم، یعنی از اونجا به بعد حالا منطق نسبی ما از منطق نسبی ورژن قبلی ما به منطق مطلق نزدیکتر میشه. ولی اگه این کار رو نکنیم و نادیده بگیریم در حقیقت قضاوت قاضی درون رو و اون تکبر و غرور و منیت خودمون رو معیار قرار بدیم، یک قدم از قاضی درون دورتر میشیم و در نتیجه دفعه بعد صدای قاضی درون رو کمتر میشنویم. و این روندیه که خب تو طول زندگی برای هممون طی میشه و اگه شما دقت کنید یا حتی در مورد خودتون یا بچه‌ها یا دیگه متوجه میشید که تو دوران بچگی یک صدایی، یک ندایی، حالا میشه بهش گفت ندای وجدان یا هرچی، بعضی وقتا خیلی واضح داشته با شما حرف میزده و بهتون میگفته الان این کاری که کردی مثلا چقدر بد بود، چقدر خوب بود، یا چی درسته چی غلطه. ولی هر چقدر بزرگتر میشیم اون صداه کم رنگ تر میشه. تو آدمای مختلف متفاوته، بعضی اصلا همچین صدایی اصلا نمیشنون، فقط صدای خودشون رو میشنون، فقط منم خودشون وجود داره دیگه. اون قاضی درون رفته کاملا پشت ابر و هیچی دیگه ارزش اساسی زندگیه و با تحلیل منطقی روی داده هایی که بهشون دسترسی داریم میتونیم بگیم که خوب نسبی یا بد نسبی چیه و این رو انتخابش کنیم.